آیا توی زندگیتون شکست خوردید؟ لااقل توی مرگتون موفق باشید. شعار خانواده تواچ. مغازه خودکشی اثر ژان تولی، یک کمدی سیاه با پایانی غیر منتظره. سلام، یاسین هستم. به چنل من خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو قرار صرفاً راجع به تحلیل، نقد و بررسی کتاب مغازه خودکشی صحبت بکنیم و به هیچ عنوان قصد نداریم که راجع به ترویج خودکشی صحبت بکنیم. یوتیوب روی این کلمه به شدت حساسه. قبل از اینکه بریم سراغ کتاب بهتون بگم که این ویدیو حاوی اسپویل این کتابه. اگر این کتاب رو هنوز نخوندید و قصد دارید بخونید، این ویدیو مناسب شما نیست. ولی اگر حوصله ندارید کتاب رو بخونید، میتونید تا آخرین ویدیو با من همراه باشید و با هم دیگه راجع به این کتاب صحبت کنیم و من خلاصش رو برای شما بگم. همچنین ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگر هم یک نظری راجع به این کتاب دارید توی این کامنت ها برای من بنویسید. این کتاب که سعی میکنم به خاطر یوتیوب کمتر اسمش رو بیارم، راجع به کسب و کار خانوادگی تواچه. این کتاب در ژانر کمدی نوشته شده، منتها کمدی سیاه. در ادامه متوجه میشید که چرا بهش میگیم کمدی سیاه. این رمان راجع به شهری نوشته شده که توش هیچ لبخند و یا شادی پیدا نمیشه. مردم این شهر درگیر افسردگی‌های به شدت زیاد و غم‌های به شدت سنگینن. خانواده تواچ اومدن یک مغازه‌ای زدن با این شعار که آیا در زندگیتان شکست خورده اید؟ لااقل در مرگتان موفق باشید. مغازه تواچ به افرادی که قصد پایان دادن به زندگیشونو دارن و نیاز دارن به مشاوره و یا همچنین هر ابزاری که فکرشو بکنید خدمات ارائه میده. از فروش طناب گرفته تا چارپایه تا سما و زهرهای دستساز و یا حالا حتی گازهای مختلف و بیهوش کننده های مختلف. به افراد مشاوره میدن که چطور، کجا و چجوری خودشون رو خلاص کنن. اسامی فرزندان این خانواده بر اساس اسم افرادی که در زندگی واقعی به زندگی خودشون پایان دادن نوشته شده: آلن، مرلین و ونسان. داستان اصلی این رمان از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که آلن پسر کوچیک این خانواده با همه افراد این شهر و حتی خانوادهش فرق میکنه. چه فرقی؟ آلن لبخند میزنه، آلن شاده، آواز میخونه، آلن افسردگی نداره، حداقل توی ظاهر، و همه رو از تموم کردن زندگیشون منصرف میکنه. آلن مدام توسط خانواده‌اش سرزنش میشد که تو به درد هیچ کاری نمیخوری و حتی اونقدر از این رفتار شاد و خندان آلن عصبی و خشمگین بودن که پدرش آلن رو به یک جایی فرستاد که آلن زنده برنگرده، در صورتی که آلن رفت و برگشت. خانواده آلن یک سری قوانین سختگیرانه‌ای برای این مغازه گذاشته بودن. به عنوان مثال، هیچ کسی حق نداشته این مغازه از خانواده تواچ از اون ابزار استفاده بکنه و خودش رو به اون دنیا هدایت بکنه، چون میگفتن که اگر ما خودمون تموم بشیم دیگه این مغازه رونق پیدا نمیکنه، مردم نمیتونن خودشون رو بفرستن اون دنیا، بنابراین هیچ کدام از ما نباید بمیره در واقع. و یک سری قوانین حالا ریزتر برای آلن گذاشته بودن. مثلا یکی که میومد یک ابزاری میخرید که بره خودش رو بفرسته اون دنیا، خانوادهش به اون آقا یا اون خانم میگفتن که امیدوارم دیگه نبینمت، ولی آلن میگفتش که امیدوارم دوباره و هفته دیگه ببینمت. و اینها خیلی خانواده آلن رو عصبی میکرد. آلن با یک سری از رفتارات اومد تغییراتی توی خانوادهش و همچنین مغازه‌شون انجام داد که اونها رو به یک مغازه و یک خانواده شاد تبدیل کرد. حضور مرگ در سراسر کتاب احساس میشه. در مقابل اون تلاش برای ساختن زندگی و ادامه دادن به حیات وجود داره.
جنگی نمادین و پر از شوخی و طنز ظریف که خواننده رو مسحور خودش میکنه. خانواده تواچ اومدن و مغازه قبلی خودشون رو به مغازه شادی فروشی تغییر دادن. اومدن و ابزار آلات شادی آوردن از شرکت شادی آوران. اومدن برف شادی آوردن، بادکنک آوردن، آب نبات آوردن و یک سری از این وسایلاتی که به مردم شادی میداد. اینجوری اومدن و جلوی شیوع و گسترش افسردگی و غم رو توی شهرشون گرفتن و جلوگیری کردن از مرگ‌های بیش از حد توی شهرشون. میرسیم به پایان کتاب، پایانی که واقعاً غیر منتظر است و هر کسی رو شوکه میکنه. در پایان این کتاب آلن تو اتفاقی از یک جای پرت میشه پایین، یک طنابی رو میگیره، یک طناب تقریبا 15 متری. خانواده‌اش که اون طناب رو دارن میکشن بالا که آلن رو بیارن پیش خودشون رو بکشن بالا. تو هر چند متری که میاد بالا هر کدومشون یک چیزی رو تصور میکنه، یک خاطره رو مرور میکنه، یک حرف میزنه. مثلا پدر خانواده و انسان برادر بزرگ آلن میگن که بهتره که پنکیک بیاریم توی مغازه، یک مغازه دیگه‌ای بزنیم یا پنکیک بیاریم، پنکیک های جدید، پنکیک های گرد با طعم‌های مختلف. یا خواهرش مرلین که اعتماد به نفس گرفته بود به خاطر اون شادی که آلن بهش شده بود و ازدواج کرده بود، میگفتش که من دوست دارم اسم بچه‌مون رو بذارم آلن، یا اگر دختر بود بذارم اسمش رو آلنه. یا برادر بزرگترش ونسان که ما میدیدیم مدام در طول داستان سردردهای عجیبی داره و یه مدام یک باندی دور سرش میبنده. میگه که به خاطر حالا این اتفاقاتی که افتاده من دیگه سردرد نیستم، خیلی خوشحالن، خیلی خانواده شادی هستن. به ارتفاع 3 متر که میرسن، یعنی 3 متر دیگه مونده که آلن بیاد بالا، آلن نگاه میکنه خانواده‌اش رو، میبینه که چه خانواده شادی دارن، هر کسی داره توی آینده خودش یک چیزی رو سیر میکنه، توی ذهن خودش یک چیزی رو سیر میکنه. آلن توی این شرایط میگه که مأموریت من دیگه تموم شد و دست خودش رو ول میکنه و به زندگی خودش پایان میده. پایان این کتاب اونقدر شوکه کننده بود که قشنگ من تا چند ثانیه شوک بودم که آیا من درست خوندم؟ آیا آلن که اونقدر شاد بود زندگی خودش رو تموم کرد؟ وقتی که این کتاب تمام شد، یکی از سوالاتی که توی ذهن من شکل گرفت و احتمالاً توی ذهن شما هم شکل گرفت اینه که خانواده‌اش چی شدن؟ آیا خانواده‌اش برگشتن به روال عادی زندگیشون، یعنی همون مغازه‌ای که داشتن یا اون مغازه شادی که داشتن؟ سرنوشت خانواده‌اش چی شد؟ این یکی از همون نکاتیه که نویسنده برای ما به یادگار گذاشته. اینکه حتی اگر خدایی نکرده 1% به این موضوع دارید فکر میکنید، بدونید که خانواده‌تون واقعا معلوم نیست بعد از شما چه اتفاقی براشون بیفته. بنابراین امیدوارم که، یعنی میدونم و امیدوارم که کسی تو این فکر نباشه و اگر هست اول به خانوادهش و بعد به زندگی خودش فکر کنه. یک چیزی که تو این کتاب من فراموش کردم بگم حین تعریف کردن این داستان این بود که آلن مدام سعی میکرد که خوشبین باشه و اتفاقات رو از یک دید دیگه ببینه. خانواده آلن یکی از اون قوانین سختگیرانه‌ای که گفتم و یادم رفت بگم این بود که هر روز مجبور بودن اخبار رو بخونن که حالشون بد بشه که بهتر خدمات ارائه بدن به مشتری‌ها. ولی آلن مثلا وقتی میدید که یه هواپیمای سقوط کرده 100 نفر مردن 2 نفر زنده موندن، آلن اون 2 نفر رو میدید، میگفتش که 2 نفر زنده موندن، باز خوبه، خوشحال میشد، شادی میکرد. و پدرش میگفت 100 نفر مردن، تو 2 نفر که زنده موندن رو داری نگاه میکنی. میخوام بگم دیدتون رو نسبت به زندگی اگر عوض بکنین قطعا اتفاقات خیلی بهتری توی زندگیتون خواهد افتاد. خیلی این ویدیو و این کتاب رو کشش نمیدم. الان نزدیک 50 دقیقه است که دارم ویدیو ضبط میکنم، ولی احتمالاً کات که بخوره بشه 10 دقیقه یا 1 رو. مرسی که تا این ویدیو با من همراه بودید. اگر این کتاب رو خوندید حتما برای من کامنت کنید نظرتون رو راجع به پایان این کتاب. اگر صحبتی دارید بنویسید برام، لایک و سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله هم حتما بزنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.